بمراد یک سوال داشتم. داوید روزا، همین وقتی ما خوشبویی میکنیم مثلا برای مسجد برای نماز خواندن، همین روزا رو میشکنه یا از طرف یکی دخلی سپر داشته باشد به نماز چی یا گفتم میدم چی رو صداتون خیلی تازه نیست برادر، خوشبویی اگر فهمیده باشید. وقتی نماز برای مسجد همین برای روزه یگام ضرر دارد یا چی دخی که سپر داشته باشد بر نماز ضرر دارد؟ چی آخر خوشبویی دخی با نماز ضرر ندارد و مسئله عطرهایی که در داخلش سپیرت است، در این مسئله دو قول است. قول یکم استفاده بردنش منع است، میگه استفاده نبرید چون که الله تعالی فجتنبوه، از خمر شما دور ایستید. و خمرده عطری که در عطر مایعی که در داخلش سپیرتش است، پیشتر مثلا ادیکلام میگفتن، الکشای پیش ادیکلام میزدن و مست میکنه آدم، یعنی وای عرق است، وای خمر است، ولی وای نامش طیب است، خوشبویی است، لیکن وای اگر کسی نوشه مست میشه و خمر است. الله تعالی فجتنبوه گفت، شما از عرق دور استید گفت، و این آدم عرق به خودش میپاشد. از همین لحاظ طایفه از علما من کرده و یک طایفه از علما گفتن که این عرق نجاستی معنوی هست، مانند قمار، مثلا کرته یا نرده یا مثلا چیزی که شما با قمار میزنید، مثلا عاشق استخوانی که قمار میزنید، همین چیز در کیستان است، شما نماز خواندید، نمازتان درست است یا نه؟ نمازتان درست است. و نجاستی الله تعالی در قرآن و حال ریجسون گفته است، قمار هم الله تعالی ریجس پلید است گفته است، بوت الله تعالی ریجسون گفته است، پلید است گفته است. بوت از لای ساختگی مثلا یا از سنگ ساختگی وای پلید نیست. فرض کردیم یک بوتا السلام کردید، چی کردید، لباستون به نماز نمیشد کو. الله تعالی وای ریجس گفت، پلید گفت. و بوت و قسم خوردن به بوت ها، اینم ریجس گفت، اینم پلید گفت، حالا این معنوی هست. و در ضمنش قمار و عرق هم هر چارشه یک در یک آیت الله تعالی در سوره مائده ریجسون فجتنبوه، اینا پلید هستن، از اینها دور ایستید گفت. علما گفتن که این سه چیزی که اینجا الله تعالی ذکر کرد غیر عرق، اینها نجاست های معنوی هستن، نه نجاست حسی. یعنی خودی کارته نجاست نه، خودی کارته مثلا در کیستون باشد نماز خوندید، نمازتون نماز، لباستون به نماز نشد. همین گونه بوت هم، بوت از چوب ساختگی یا از آهن ساختگی یا از سنگ ساختگی یا از لای ساختگی و هم نجاست نه. بس برای چی الله تعالی به ریجسون گفت؟ یعنی گفتن نجاست معنوی و عرق که در همسایگی این سه نجاست های معنوی آمد، این هم نجاست معنوی هست، نه حسی. بنابراین عطر زدن لباس به نماز نمی کند گفتن یک طایفه علما. عطر این چونی وقتی که میزنه اسپری نمیشد، به هوا مزمحل نیست و نابود میشد و در بدن نمیماند. از همین لحاظ اجازت گفتم. لیکن حالا این عطرهای فرانسوزی هم به اسپریتش هست. مثلا من حاضر سعودی بعضی عطرهاش در فرانسه، در آلمان، در اروپا به فروش برآمده، بازار جهانی و در آمده است، عطرهای به اسپریت دارد، یعنی مثل همین عطر فرانسوزی لیکن اسپریت نداره. لیکن من کسی به من گفت که مقصد بعضی عطرهای فرانسوزی هم چی ندارد، اسپریت ندارد. تو میتونید پرسید. مثلا شامپون هم وقتی که خریدنی میشید، شامپون های هست به خیمیه هست، شامپونی هست که خیمیکات دارد. یعنی به هر حال بینید، اگر حاجت به عطر داشته باشید میتونید به این قول عمل کنید. این مسئله که اجتهاد در این درش باز است، یعنی خلاف در این سائغ است، یعنی جایز است، هیچ گپی ندارد. فقها اختلاف کردن مسائل فروع هست، اصول نیست. والله اعلم.